برای اجرای میکرو اسکا و دستگاه پن استفاده میکنیم. مهمترین مشخصه دستگاه پن طول استروک اون هست. طول استروک دستگاه یعنی بیشترین مسافتی که میله آرمیچه در حرکت بالا و پایین درون دستگاه طی میکنه. طول استروک روی سرعت حرکت سوزن، شدت ضربه سوزن به پوست، تراکم کاشت رنگ و میزان رنگ انباشته شده در مخزن کارتریج اثر میذاره. طول استروک بر حسب اندازه سه نوع داره. استروک کوتاه 1.8 تا 2.5 میلیمتر، استروک متوسط 3 تا 3.5 میلیمتر، استروک بلند 4 میلیمتر و بالاتر. در دستگاه با طول استروک کوتاه، میله آرمیچر فاصله کوتاه‌تری را برای رفع و برگشت طی می‌کنه. ضربه‌های نرمتری را به پوست وارد کرده و آسیب کمتری به پوست میرسونه. برای اجرای میکرو صورت و سایه‌های نرم مناسبه. طول استروک متوسط 3 تا 3.5 میلیمتر پیش‌فرض دستگاه‌های غیرقابل تنظیم هست. هم برای سایه‌زنی و هم برای لاین مناسبه. در دستگاه با طول استروک بلند 4 میلیمتر و بالاتر، میله آرمیچر فاصله بیشتری را طی کرده و ضربه‌های محکمتری را به پوست وارد می‌کنه. بنابراین به مبتدیان پیشنهاد نمیشه. برای لاین زنی مناسبه، گریدهای بالاتر سوزن نیز قابل استفاده هستند.